سلام دوستای عزیز، هر جای هستین جور و صحتمند باشین، خوب و خوش و آرام باشین. این روزی پرشکوه تولد بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را در تمام مسلمانای جهان تبریک میگم. روزی مادر، روزی زن، در تمام مادرای جهان تبریک میگم، خصوصا در مادر جان خود خو. دیگه انشالله که کسایی که مادرایش زنده از مادر خو قدردانی کده بشد، انشالله مادرایش رو خدا نگاه کنه. کسایی که مادرایش رفته انشالله خدا ببخشه. دیگه امروز که است روزی بسیار خوشی و پرسعادت، انشالله که در کنار فامیلای خود جور و خوش باشین. دیگه بسیار بسیار زیاد ببخشین دوستای خوب و مهربان که در این ویدیو مشکلات پیش آمد، مشکلات در صدا. دیگه حال ما میخواییم که زیادتر در شما بعضی جایایش را تشریح بدیم. دیگه خیلی زیاد ببخشین در بزرگواری خو که صدای ما خراب شده، صدا نماده. دیگه سلام دوستای عزیز، هر جا که هستین خوش و خرم باشین. روز مادر و روز زن برای همه‌تون تبریک میگم، به خصوص مادر جان خودم. و ما در این ویدیو بعضی گپا گفته بودیم، میخواستیم ویدیو رو بر شما جالب کنیم، اما متاسفانه مشکل تکنیکی به ما پیش آمد، صداها کلن گم شدن، خراب شد. با او خاطر ما نمیتونیم فعلا به جز ویدیو صدا را با شما در اشتراک بذاریم. با او خاطر ما خیلی از طرف کل امین کسایی که در اینجا در ویدیو ششته عذرخواهی میکنم. پدر جانم و خانوادیم میبینین دیگه، خانوادیم اینجا با شما گپای در اشتراک گذاشتم. متاسفانه خیلی ما متاسف هستیم که صدا نشد که با شما در اشتراک بانیم. آل ما و مادر جانم کوشش میکنیم که با صدا گذاری ویدیویی که دقیقا از ویدیو شاید کدام چیز فهمیده نشود، ما با صدا در شما توضیح میتیم. کوشش میکنیم که شما را مثلا نشان بدیم که چه اتفاق افتاده فلان. چیه دیگه خود دوستا مفهمه بچیم، به خاطر ازی که کلگی تبریکی داده، روزی مادر، روزی زن. دیگه خودت، زهرا جان، پدر جانت، محمد جان، علی حسین جان، دیگه متاسفانه که صدا قطع شده. دیگه حال خود دوستای عزیز میبینه که پدر محمد جان یک دسته گل خیلی مقبول و زیبا به شوق علاقه دمه توفه آورده. دیگه دخترها کلگی بچه ها می کیک جور کده. ما خیلی اوقات خوش داشتیم مادر جان، واقعا خیلی خوش گذشت. خوی صدارم که میشنوین بعد از ویدیو گرفته شده. ما خیلی خوش گذشت برای ما، واقعا خیلی خوش گذشت و من خیلی خوشحال هستم که مادر ما خوشنود ساختم. ما یک توفگک کوچک از طرف کل خوارم و خوارم که در پشت صحنه بود و برادرای نازکیم او توفه را خریدیم با حمایت طبیعی پدر جانم. البته نمیتونستیم اوقا زیاد خود ما از جیب خود بتیم. برای توفه ما از پدر جان ما کمک گرفتیم و خواهرای پشت صحنه، برادر جانایم اونا کوچک هستن دیگه. ما مارکش در این نشان داریم، سمسایی فهمیده نمیشه، اما این تلافروشی بود که از ترکا بود فکر کنم، از دویزبرگ. شما هم میتونین خریداری کنین. این انگشتری که مادرم باز میکنم، مادر جانم او که از اینال باز میکنه صبر کنین. مادر واقعا از او خوشت آمد یا نه؟ زیاد خوشم آمد بچیم. یک جهان تشکر از پدر جان، از شما، از محمد علی حسین جان، از کلتون یک جهان تشکر. بله، این انگشتر طلاست. ما 3.5 ایره خریدیم. 3.5 یورو البته. بله 3.5 یورو خریدیم. امزو مارکی که نشان دادم براتون دوستای عزیز. امیدوار هستم که مادر جانم واقعا خوشش آمده باشه. مادر جان چی فکر میکنی؟ تشکر بسیار زیاد، خدا را هزاران بار عالم شکر که یک
فامیل مهربان، یک شوهر خوب، یک اولادای لایق خدا دمه داده. انشالله در کل مسلمان ها همینطور بهترین اولادا را خداوند عطا کنه. آمین. مادر جان، به نظرت امی انگشتری 3,500 خوب است قیمتش؟ چطور بود؟ خیلی خوبه بچم، خیلی خوبه. من هم فهمم که گرامی چند هفته ده مقصد خیلی خوبه. از انگشتر خوشم آمد. تلای 22 است دیگه. بله. خیلی مقبوله. تشکر از شما. ما خیلی مثلا چند نفر ما رفته بودیم و انگشتر مثلا از سلیقه ما بود فکر کنم. خواهر بزرگترم و پدرم رفتیم و انگشتر خوش کردیم. امیدوار بودیم که مثلا مادر ما خوشش بیایه. خوشحال شدیم که مادرم چی شد؟ خوشش آمد. خب اینجا چیست؟ ما امی تو پارتیگک کوچک ما که در بین خانواده گرفتیم ادامه دادیم. بله. حالی که انشالله قاش میکنیم کلی ما. بله. دیگه با هم با خیر دیگه با نیت کلی مادرها، خصوصا مادر جان عزیز مهربان خودم دیگه حالی که قاش میکنیم. قبل از اینکه کیک قاش کنیم میخواستم بگویم که لایک و سابسکرایب از یادتان نره. با سابسکرایب ما را حمایت میکنین و لایک که میکنین باعث میشه که در مردم زیادتر روان شوه مثلا ویدیوی ما و ما خیلی ممنون میشیم از شما که لایک و سابسکرایب کنین. ما آرزو میکنم برای تک تک مادرای دنیا و خانومای دنیا یک روز خوش داشته باشن و آرزو دارم که این روز بار تکرار شوه. مادر جان با تو و مادر بزرگ جانم اینا خیلی خوش بگذره انشالله. تشکر عزیزی دل مادر، تشکر از کلگیتون دیگه. این روز انشالله که بار این روز خوشی در کل خانمای جهان تکرار شه، خصوصا در خانمای افغانستانی عزیز. بله. و با مادر بزرگ جانم روز مادر و زنه تبریک میگم. انشالله که او برش خوش گذاشته باشه. امین روزم من فکر میکنم که در افغانستان دیروز روز مادر را گرفته بودن. دیروز روز مادر گرفته بودن. دقیقا نمیفهمم. بله. خاطر که ماما جان پس میرفته، از او خاطر یک روز پیش وا گرفتن، از او خاطر روز مادر وا یک روز زودتر گرفتن. بله. در افغانستان هم شکر خدا مثلا مادر بزرگم اینا روز مادر را گرفتن. ما در اینجا قسمی که میبینن ما خیلی در ویدیو خوش میگذاشت برای ما خیلی کوشش کردیم که مثلا صدای ما را با شما در اشتراک بذاریم. متاسفانه همونطور که در اول ویدیو گفتیم صدای ما یک مشکل تکنیکی کوچک پیش آمد و نتونستیم صدای ما را در اشتراک بذاریم. ما دوباره از شما عذرخواهی میکنیم از طرف خانواده و از طرف کسایی که در ویدیو میبینین. از شما دوباره عذرخواهی میکنیم که نتونستیم صدا را در اشتراک بذاریم. شما در بزرگی مهربانی و عزیزی خود ببخشین ما را که صدای ما خراب شده. بله. ما زیاد گپ زدیم، مثلا میخواستیم که مثلا احساسات ما را با گپای ما در اشتراک بذاریم. متاسفانه دیگه چی بگویم. بله. خب بازم از این ویدیو لذت ببرین دوستای عزیز. کومنت های زیبایتان بنویسین. بله. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. روز خوش. خداحافظ. بله. دوستای عزیز ما اینجا ویدیو رو به پایان میرسانیم. خداحافظ. روزی خوش داشته باشین. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه.